دیگه تو خرابه ها دنبال گنج نگرد. گنج همینجا توی یوتیوبه، جایی که یه مرد اندونزیایی با گذاشتن 2 ساعت وقت و تولید 1 جفت صندل با مواد بازیافتی با ساده ترین وسایل موجود و بدون آنی که ثانیه‌ای جلوی دوربین بیاد یا حرف بزنه 78 میلیون ویو گرفته که در بدبینانه ترین حالت برای هر 1000 بازدید اگر $1 بگیره به پول ما و به نرخ دلار 110,000 تومان 8.5 میلیارد پول درآورده. تازه این شروع کار بوده و وقتی سوراخ دعا رو پیدا میکنه و میبینه این ویدیوها به این خوبی ویو میگیره و دیده میشه، بیش از 50 تا از این ویدیوها رو توی کانالش میسازه که مجموعاً نزدیک 600 میلیون ویو از تولید صندل دستساز با مواد بازیافتی گرفته که درآمدش به نرخ دلار امروز ما میشه نزدیک به 65 میلیارد تومان. یا چرا راه دور بریم؟ کانال‌های آشپزی و شیرینی پزی که بدون کلام یک شیرینی جذاب یا یک غذای خوشمزه را میپزند، بدون داشتن تجهیزات آنچنانی، فقط با نمایش میز کارشون جلوی دوربین ماهانه میلیاردی درآمد دارند. مثل این کانال کره‌ای که ویدئوی پخت نان سیب زمینی پنیری در ماهیتابه 89 میلیون بازدید گرفته که با نرخ دلار کشور ما 9 میلیارد و 800 میلیون فقط از این ویدئو درآمد داشته. یا نزدیکتر همینجا در کشور خودمون کانال دام استودیو که برای 3 تا پسر 20 و چند ساله ایرانیه و با ساخت انیمیشن های کامپیوتری اسکیبیدی تویلت تونستند بیش از 4 میلیارد بازدید تا الان بسازند که در حالت عادی باید نزدیک 4 میلیون دلار از یوتیوب درآمد داشته باشند تا به امروز. و هزاران کانال دیگه که با ایده های خیلی ساده ولی جذاب و با هزینه های فوق‌العاده پایین راه اندازی شده اند و با استمرار و ادامه دادن راهشون و تکرار به درآمدهای عالی رسیده اند. پس گنج دیگه توی خرابه ها نیست، همینجا توی گوشی روبروت، توی یوتیوبه. پس هرچه سریعتر دست به کار شو و حق خودتو از دنیای رسانه ها و تکنولوژی بگیر و یک زندگی ایدئال و خوب برای خودت فراهم کن.